سلام، خیلی خوش اومدین به پارت 3 استریم کردن و تنظیمات خاص OBS. همونطور که توی دوتا قسمت گذشته دیدین، ما ابزاری که نیاز داشتیم واسه یه استریم شناختیم و اون ابزار رو به هم وصل کردیم و تصویر گیم پلیمون و تصویر خودمون رو توی OBS اضافه کردیم. اما واسه رکوردینگ و واسه یه استریم یه سری تنظیمات خاص هست که ما باید اون رو توی OBS تنظیم کنیم. پس واسه همین تا آخر این ویدیو با من همراه باشین که اون تنظیمات خاص رو بهتون بگم، چه رکوردینگ و چه استریمینگ. تا ببینین اون توی قسمت قبل دیدیم که ما گیم پلیمون رو این قسمت اضافه کردیم و تصویر خودمون هم اضافه کردیم، این قالب هم اضافه کردیم. اما حالا میخوایم همین گیم پلی رو ذخیره کنیم، اونم نه به صورت بقولن اسکرین رکوردینگ، این کاری که من الان دارم انجام میدم، و اون هم به صورت کاملا با کیفیت. پس واسه این که ما یه ویدیوی با کیفیت داشته باشیم، اولین قسمت میاین توی ستینگ. از قسمت ستینگ میبینید که خیلی آپشن های خیلی خاصی داره و ما مهمترین بخشش رو توی اوتپوت با اون کار داریم که میخوایم خروجی خیلی خوبی به ما بده، چه توی ضبط یا چه توی استریم کردن. پس میایم توی اوتپوت. توجه کنید وقتی که شما میاین توی سیمپل است و زیاد گزینه های خاصی نداره، باید اینو بذارین روی ادوانس استریمینگ. این قسمت اول، ببین این ویدیو انکودر بستگی داره به این که شما چقدر سیستمتون قوی باشه، سیستم خود یعنی استریم کردن و OBS تون چقدر قوی باشه. اگه کارت گرافیک مجزا دارین یا کارت گرافیک خیلی قوی دارین، میتونین اینو اینجا انتخابش کنین. و این قسمت هم ببینید من گذاشتم روی 720 چون این نت زیاد قوی ندارم، که حالا توی روزهای آینده قراره واسمون فیبر نوری بکشن که معلوم نیست بکشن یا نکشن. فعلا اگر نتتون ضعیفه میتونید اینو گزینه‌های پایین‌تر بذارین، اگه نتتون خیلی قویه میتونید گزینه‌های بالاتر بذارین. اما بخش دیگه توی انکودر ستینگ هست که شما میتونین اون کیفیت خود ویدیوتون رو انتخاب کنین، که اگه واسه توییت هست به این قسمت رو میتونین چیزایی که من گذاشتم و دقیقاً بذارین، ریت کنترل رو بذارین CBR، این قمینه رو بذارین روی 6000. این هم همین به همین صورتی که من گذاشتم ذخیره کنین و اونو توی OBS خودتون هم اضافه کنین. اما واسه رکوردینگ قسمت بعدی که خیلی مهمه، این قسمت اول که رکوردینگ پس هست، میتونین اون پوشه ای رو انتخاب کنین با به دل خودتون که اونجایی که وقتی شما رکوردینگ رو میزنین توی اون پوشه گیم پلیاتون ذخیره بشه. و همچنین سعی کنید فرمتی که فیلماتون میخوان ذخیره کنن MKV باشه که بهترین کیفیت ممکن رو شما داشته باشین. ویدیو انکودر هم که بهتون گفتم، هر چقدر که شما کارت گرافیک قوی داشته باشین، اینو میتونین گزینه‌های بالاتر یا خود کارت گرافیکتون دقیقاً انتخاب کنین. و اینم که اودیو انکودر رو بهش کاری نداریم، این قسمت هم کاری نداریم بهش. انکودر ستینگ هم دقیقاً همون چیزی که توی استریم هم داشتیم اینجا هم داریم که کیفیت خیلی خوبی داشته باشه. پس سعی کنین همین تنظیماتی رو که من اینجا انجام دادم شما هم اونجا انجام بدین. این واسه خروجی ما بود، واسه به قولن رکوردینگ و استریمینگ. حالا ببینم توی قسمت ادوانس تنظیم خاصی داره. توی قسمت ادوانس میاین واسه اینکه ویدیوتون مستقیما توسط کارگرافیکتون بقولن پردازش بشه، که حتما کارگرافیکتون اونو انجام بده دقیقا مطابق به همین چیزی که من اینجا انجام دادم توی ویدیو و رکورد، دقیقا همین کار رو شما هم انجام بدین، ذخیره کنین و اونو توی OBS خودتون پیاده کنین. حالا میریم یه دونه تست رکورد از گیم پلیمون بگیریم ببینیم آیا واقعا با کیفیت شده توی این تنظیماتی که ما انجام دادیم یا نه. حالا ببینم توی قسمت جنرال تنظیم خاصی داره نه. استریم هم که بهتون گفت این قسمت هم استریم توی قسمت بعد بهتون توضیح میدم که اگه بخواین استریم کنین اینو تو توییت میذارین. مثلا یه دونه سابچی چیزی هست که توی اگه وقتی یه حساب کاربری توی توییت ساخته باشین، یه دونه سابچی خیلی خاص، یه دونه پسورد خیلی بزرگ هست. ببینید این الان این مال من میشه، خیلی بزرگ هست و میتونین اونو بیارین اینجا کپی کنین و وقتی شما
اینجا استارت استریم اینجا میزنین، مستقیما تصویری که خروجی اوبیستون اینجا بهتون میده توی توییت هم همون تصویر رو واسهتون لایو میکنن که توی قسمت بعد اختصاصی به این میپردازیم. خیلی خوب، حالا بریم یه دونه گیم پلی خودمون رو اینجا ذخیره کنیم و خروجیشو ببینیم. خروجی بود که چند روز بود داشتیم روش کار میکردیم و این با کیفیت ترین حالت ممکن واسه سیستم من که سیستم خیلی قوی نیست این هست. شما هم میتونید همین تنظیماتی که من انجام دادم توی خونه با لپتاپ یا کامپیوتر خودتون روی OBS انجام بدین که یه همچین کیفیت و یه همچین خروجی رو داشته باشه. حتما منتظر قسمت آینده باشین، چون توی قسمت آینده قرار همین خروجی و یا همین تصویری که شما دارین میبینین و ما به صورت لایو انجام بدیم. خیلی ممنونم تا اینجای ویدیو اومدین. خیلی ممنونم برای حمایت از من. یه دونه لایک یا کامنت ساده یا حتی ساب بکنین. خیلی خیلی ممنونم.